اندر بیان سنت و بدعت و حکم هر کدام از اینها. و بدون برادر و خواهر گرامی که سنت در لغت به معنای طریق است، راه است، راه و رویش رو میگویند. و در اصطلاح باشد آن چیزی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش در اعتقاد و عمل بودند. قول و گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرامش در اعتقاد و عمل بودند، این را سنت میگویند. پس پیروی از سنت پیامبر این واجب است، چون که الله متعال میفرماید در سوره احزاب آیه 21: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذكر الله كثيرا. حقیقتاً در حقیقت برای شما ای مؤمنان در زندگی و گفتار و کردار و حالتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما یک سرمشق نیکویی است. راه رسول الله برای شما یک الگوی نیکویی است، گفتار او، کردار او، حالتهای او. و در دوام چی فرمود؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذكر الله كثيرا. برای آنان که به الله و روز قیامت ایمان دارند و الله را بسیار یاد میکنند. این آیت تأکید مینماید که ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم لازم بگیریم و شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی را به همه حالت در همه حالت بجا بیاریم. و رسول الله فرمود که علیکم بسنتی، بر سنت من چنگ بزنید و سنت خلفای راشدین چنگ بزنید. هدایت یافتگان بعد من با دندانهای کرسی آنها را بیدارید. و در دوام چی فرمود صلی الله علیه و سلم؟ گفته که و ایاک و محدثات الامور،